درود مخلصان، هواداران و دلباختگان گوشتین. این چمپیونات جمهوری تاجیکستان و اولین وزن 57 کیلو در نمود گوشتین طرزی آزاد است که جفت اول را با روی گلیم گوشتینگیری برآورده است. با اسکنجی سرخ پهلوان از شهر دوشنبه، هر دو پهلوان شهر دوشنبه هستند، و کنار سرخ حیدر سلطان محمود حیدر است که حالا امتیاز رو بر رقیب خیلی قویش، دو امتیازی که برای قیوم حلیموف هدیه میکند. حلیم قیوم یکی از پهلوانان است که استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است. در مسابقه های مختلف شرکت ورزیده است، من جمله در چمپیونات های والا مقام در نظر دارم آسیا و قهرمانی و تجربه خوب دارد. اما برای سلطان محمود حیدر دیدار با این رقیب قوی در دوره اول خیلی مشکلی است که دو امتیاز اول را حلیموف قیوم دلیرانه در ثانیه های اول، باز دو امتیاز دیگر را برای هدیه میکند داوری مرکز فروخروس رحمانوف. داوری درجه بین المللی باز یک امتیاز دیگر را داوری کناری نشان میتهمه فروخروس. حالا اینجا حساب را 4-0 میداند. امتیازی از همه بلند، یعنی پیروزی در نتیجه 8-0 برای پهلوان هدیه می شود. همچنین تفاوت 8 امتیاز بلندتر این پیروزی است. خب اکنون به این مرحله رسیدن. حالا قیوم را میبینیم که چگونه به قول دیگر قیومانه یا دلیرانه مبارزه میبرد. دوره اول یا راوند اول است که امتیاز 6 امتیاز، بله، داور کناری امتیازی که داده بود قبول میکند و فروخروس رحمانوف داوری درجه بین المللی حالا عملی آنها رو، کمفالی آنها رو دیده طریق دست اشاره دارد که گوشتین باز رنگین تر شود. حلیم کوشش برای امتیاز پیدا کرد. اوه، دو امتیاز دیگر را نزدیک است در اینجا حلیم به دست بیارد. نه، نزدیک بود ولی این امتیاز را حرکت های حیدر یا سلطان محمود حیدر رد میکند. معلوم است که تجربه خیلی فرق میکند. قیوم بسیار ماهر و جسور است، فقط در گوشتن طرزی آزاد باید از پشت گذارد. پهلوان از پشت گذاشتن امتیاز بلند دارد، اما در گوشتن طرزی آزاد اجازه است از پای داشتن، قلف انداختن یا به قول روسی میگویند زدسب کردن و دیگر عمل‌های هستند که افضلیت یا امتیاز هدیه میکند برای پهلوان. این عمل‌ها را حالا میتواند که حلیموف قیوم اجرا نماید. راوند اول، اوه، دو امتیاز دیگر را نزدیک برآمدن. اولین امتیاز با امتیاز دیگر برای اینجا 7-0 می شود. یک خال دیگر لازم است برای قیوم که در راوند اول پیروز شود. حالا دیدار در اینجا در دور اول ادامه دارد و حرکت های پهلوانان برای به دست آوردن امتیازی نوبتی برای آنها ببینید. برای سلطان امکان کم باقی میماند. قیوم خب با کمتر از یک امتیازی که پیروزی برای حلیم می آورد دور اول جنبست کردید، ولی سلطان افسوس که سلطانی نمی کند. این سلطان است که ما در باره سخن کردیم، سلطانی که افسوس در راوند اول برعکس رقیب سلطانی کرد. حلیموف را دیدیم، حالا در حالت تکرار دوباره از امتیازهای حلیموف قیوم دیدن میکنیم. پی در پی افتادن رقیب در اینجا خیلی خیلی جالب بود. حالا حساب را 5-0 میبینند. دو امتیازی که داده بودن داوران به قراری اومدن که باز پس بگیرند. خب حرکت و جسارت، اوه، دو امتیاز باز پس
برمیگردد. 7-0 در اینجا هدیه میکند برای پهلوان. 7-0 پیش. ببینید این علکه غالبیت است که برای قیوم حلیموف امتیاز میارد برای پهلوان. در اصل پهلوان کبوت از کنار کبوت قیوم حالا در اینجا یک بار دیگر برای حرکت کردن امتیاز نوبتی. فکر میکنم برای سلطان دیگر سلطانی دور مانده است. نوبتی دیگر ببینید امتیازی نوبتی و این برآوردن رقیب و پیروزی است. جنب است. اینجا در مجموع با حساب بزرگی 11-0 پیروزی نصیب قیوم حلیموف گشت. مخلصان هستند در اینجا حضور دارند و جفتی جدید یا جفتی نو در وزن 57 کیلو آماده نبرد است. جفتی نو 57 کیلو را تشکیل می‌دهد بلال‌الدین دولتوف از کنار سرخ بر مقابل محمد قربانوف پهلوان شهر دوشنبه. رقیب خطلانی است. هر دو جمهوری تاجیکستان را معرفی میکنند. برآمدن به قسمت های 4 یک نهایی از 16 یک نهایی نشان دادند. خب حرکت ها برای به دست آوردن امتیاز. آفرین. اینجا اولین امتیاز برای پهلوان کنار سرخ هدیه می شود. 2-0 می رود حساب و حرکت های نوبتی پهلوانان می رود. 4 امتیاز. نوبتی دیگر ببینید در اینجا رفری حرکت های پهلوانان را نظارت میبرد. 4-0 اینجا حساب را شاید احتمال است که تغییر دهد. نوبتی دیگر محمد قربانوف. جو حرکت های نوبتی 5-0. حالا چی امتیاز رو هدیه میکند؟
اما برای پهلوان کنار سرخ امتیاز کمی در کم باقی مانده است که تا رقیب را پیش گذارد. اوه برآمدن از دو امتیاز. آفرین برای پهلوان حالت سرخ. توشه تمام. این پیروزی است. حالتی که زمین نگاه داشتن. بلالالدین دولتوف پیروز شد. حالا ما حالت تکرار از نبرد بلالالدین دولتوف بر مقابل محمد قربانوف میبینیم که در اینجا بلالالدین دولتوف خیلی فعال بود و به قول دیگر امتیازی از همه بلند توشه رو در زمین رقیب را نگاه داشتن برای او هدیه شد. حتی در مسابقات امروز بانوان هم حضور دارند. حالا جفتی جدید میبراید دوستان عزیز، جفتی نو را تشکیل میدهد. پهلوانی کنار سرخ دلر دوستنبایف است از ولایت مختار کوهستان بدخشان بر مقابل احمد دولتوف پهلوان ختلانی است. نبرد آغاز شد. پهلوان بدخشانی با یک تک یا همون لباس سرخ میبراید و اولین امتیاز را برای به دست آوردن این پهلوان بدخشی کوشش میکنه. اوه فرین دو امتیاز برای او هدیه میشد. برای پیش دادن رقیب دو امتیاز دیگر میتواند که همچنین اکنون در اینجا دلرانه رقیب را سمت دیگر هوا دهد. حالا قدرت و توانای خیش. حالت له دادن پای. این حالت هم در گشتین ترزیازات خیلی خوب به کار میرود. 4-0 اولین لحظه ها یا به قول دیگر راوند اول پشت سر می شود. حالا ادامه می یابد. در اینجا مهمانان در چمپیونات جمهوری تاجیکستان از فدراسیون روسیه که یکی از مکانهای قهرمان پرور مخصوصا یاکوتیا است خیلی زیاد هستند. من در دوام گشتین از کارگردان خواهش میکردم که در اینجا مهمانانی که از یاکوتیا حضور دارند که در منتخب تاجیکستان حتی پهلوانان یاکوتیا امتیاز نوبت پهلوان بدخشی را الان میبینیم که دم بدم پیروز میشد و پیش میرود. این پیروزی است. پیروزی با جانب دلر دوستنبایف. خب موضوع درباره گشتین ترزیازات می رود که سال 2012 من یاد دارم در بازی های المپی لندن که اونجا ما همچون خبرنگار حضور داشتیم. منتخب کشور را یک رستبار از یاکوتیا همراهی میکرد و حالا این مکان روسیه که به مثل داغستان به مثل دیگر منطقه های عموما قفقاز پهلوانان خوبی گشتین ترزی آزاد را تربیت میکند. اسیتیا، داغستان، این کشورهایی که در زیر تابع فدراسیون روسیه هستند و اینجا مکان گشتین ترزی آزاد و گشتین یونان ارومی است. دلرانه در اینجا پیروز شد. اکنون یکی از پهلوانان نامدار کشور اینجا حسین ملیکوف بر مقابل ایال
ایالی که تازه به منتخب جمهوری تاجیکستان پیوسته است گشتین میگیرد. همین حالا در حیات منتخب جمهوری تاجیکستان به قول دیگر 4 لیگیونر پیوست شده است که من جمله یکی آنها درباره این قبیله که یاکوتیا ما گفتیم همین است. ایال با از کنار کابوت است که رقیبش حسین مالکوف است. حسین هم بسیار پرقوت و گشتنی خوب میگیرد. دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی برنامه جهان پهلوان سعید امید رحیموف است. مالکوف گشتنی خوب میشود. حالا در اینجا ببینید مردم به خاطر آنها کف میکوبند. حسین مالکوف اوه در اینجا ایال گشتین میگیرد. من باور دارم که در پهلوی ما هم دستگان ایال یا مربیان آنها نشستند که آنها ببینید چگونه به خاطر این پهلوان خیش کف میکوبند که هرچند در حیات منتخب تاجیکستان شامل گردیده است و اکنون به قول دیگر با رقم 1 ما مبارزه میبرد. این گشتین خیلی گشتنی خوب خواهد شد. حالا اولین امتیاز به دست آوردن برای این جفت به مشکلی می آید. برای کم فعال بودن برای ایال آگاهی اول در 30 ثانیه اگر فعال نباشد پس ایال را برای حسین مالکوف اولین امتیاز را هدیه می کنند. گشتنی خوب می شود. ایالی که برای به دست آوردن اولین امتیاز می رود. برای پشت گذاشتن رقیب را از میدان برآوردن حرکت می کند این ایال. ببینید حالا اکنون برای حسین کار مشکل افتاده است. مجبور است که از گلیم برایت و اولین امتیاز را هدیه نماید. 1-1 می شود حساب. 1 امتیاز برای حسین بود و امتیاز نوبتی اکنون برای ایال می دهند. نه این نفرانی که آفرین کارگردان در حال این رو برای ما نشان می دهد. در اینجا حرکت است. حسین گفته صدا می کنند. مادر به خاطر فرزند هم حضور دارد در اینجا. ایال را ببینید برای به دست آوردن امتیاز اکنون حرکت میکند. حسین را دو امتیاز دیگر برای ایال است و حسین رو به باخت دارد. حساب اکنون تغییر بیابد. 3-1 میشد به سود ایال. این ایالی که حالا تلاش برای به دست آوردن عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان شاید نامزد شود. کار مشکل شد برای حسین. حالا برای حسین مالکوف چی آرد رخ میدهد. وقت تنفس آفرین. ایال بلالیوبسکی. حالا میرویم برای لحظه های جالب و جذاب این دیدار تماشایش. خیلی جالب جذاب. این نگاه ایرج است. در حالت تکرار پیشکشی با می شود. شاگرد ایرج حسین مالکوف رو به باخت دارد در راند اول. خب اکنون راند دوم هم در پیش است. حالا اینجا نگاه ایال بلالیوبسکی رو میبینیم.
белалюбский. Ayal از کنار کبوت است. این لیگانری که نوکک به منتخب جمهوری تاجیکستان پیوسته است. شروع می شود رقابت. حسین مالکوف از کنار سرخ برای جبران کردن امتیاز رقیب حرکت ها دارد. حالا دیدار با شور و شوق و حرکت های پهلوانان ادامه می‌یابد. حسین را لازم است که امتیاز ستاند. دو امتیاز اکنون برای حسین میدهند. حساب برابر می شود. در اینجا شور و شوق زیاد می شود برای حسین مالکوف پیش رفتن. نوبت دیگر کی میتواند؟ دو امتیاز برای ایال هدیه می شود. حالت توشه هم حالا داور در اینجا نگاه دارد. حالت توشه را برای برقرار کردن بسیار حرکت ها است. جالبیت گشتین اکنون زیادتر می شود. وقت است. حساب 3-5 می شود با سود ایال. در اینجا شروع شب زیاد می شود. مخلصان از کنار مصلحت میدهند گویا که ورزشکاران آنها را با خوبی میشنیده باشند، اما مشکل از شنیدن این حالت ورزشکار مخلص حتی مربی را شنیدن مشکل است. حالا که در اینجا است که جمله ایال پیش میرود و پیش میرود. الکی امتیازهای خود را بالا میبرد و شکستی و رقیب را خیلی آسان است. یال برای آوردن رقیب به سمت پشت حرکت میکند تا حالت توشه را به بار آورد. دو امتیاز دیگر هدیه میشود. 9-3 میشود. انا اکنون کار رنگ دیگر میگیرد. در اینجا این چهره نوی که به منتخب تاجیکستان پیوسته است اکنون پیش صف میشود. احتمال است باز شکست این رقیب او را آسان تر باشد. یگانه رقیب مشکل و قویش حسین بود. حسین مالکوف که حالا رو به باخت دارد. عجب نبرد زیبا و دلارای در گشتن طرز آزاد. همین زورها به قول دیگر ما را زور میکنند. بله، با زور نبرد کردن زور میشوی. اکنون حساب بالا و بالا می رود. خیلی عجیب. این پیروزی است با گذشت وقتی اساسی. اکنون چهره نو می رود به قسمت نیم نهایی.
برگشت با میدان نبردهای گشتنی ترزیوزا. در اینجا تا پهلوانان گشتنی جدا هم به عنوان حضور دارند که تماشا میکنند. مولوده اودینای و من جمله از آنهایی است که از نوار جو با او نظر کرده. این تالار ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان یا همون شهرک دانشجویان که او را با عباره جزیره میدانند. همین جایی که مکان نبردهای پهلوانان جمهوری تاجیکستان در نماد گشتن طرز آزاد و یونان و رومی انتخاب گردیده است. حالا پی در پی پهلو با پهلو نشستن مخلصان، حضور خیلی زیاد مخلصان این مسابقات را رنگین و زیباتر میگرداند. انا این نوار به طور عمومی یا نوار عمومی از این تالار پیشکش شما میگردد. دو گریم گشتنگیری برای پهلوانان که هم مردان هستند حضورشان، من در نظر دارم مخلصان و هم بانوانی که در اینجا پیشکش میشوند. وقتی که سخن درباره گشتن طرز آزاد می رود دوستان عزیز باید یادداشت کرد که اولین مدال بازی‌های المپیک را از گشتن طرز آزاد و یگانه مدال اولین و یگانه مدال را این یوسف عبدالسلاموف به دست آورده است. من باوری دارم که یوسف مهمان تاجیکستان خواهد شد و او تاجیکستان را خیلی دوست می‌دارد. اکنون منتظر نبرد نوبتی در وزن 57 کیلو هستیم. از کنار سرخ در اینجا مبارزه میبرد سنت الله بابایف بر مقابل رقیبش قیوم حلیموف که پیش از این یک نبرد خود را با پیروزی جمع بست کرده بود. رفری فاروق روز رحمانوف این جفت را در راوند اول کم فعال می‌بیند. حلیموف دو امتیازی اول را به دست آورد. ارمی حلیموف شاید رقیب باشد بر مقابل ایال مبارزه خوب برد، اما این پیشگویی نکردنی است. کی میداند که از این نبرد از این جفت کی به مرحله من بعد می رود. این چمپیونات نوبتی فرقیت از مسابقه های بیشتری که در گشتن یونان و رومی در گشتن طرز آزاد میگذشت خیلی فرق کننده است. آفرین. حالا فدراسیون گشتن تاجیکستان باز هم میگیم فرقیت از مسابقه های پیشتر این مسابقه را خیلی خوب برگزار می نماید.
علیموف چون پیشتره در داشتن رقیب خیلی قادر و قابل است. در دوره اول نبرد جنبست کردید، اکنون فرصت به دوره دوم باقی مونده است. حالا می رویم به دوره دوم از رقابت حلیموف مقابل بوبویف سنت الله. همین جفته که در نوار عمومی از نبرد آنها میبینیم. خیلی خوب و خیلی عالی نبرد دارند. قیوم حلیموف از کنار کبوت حرکت برای افتادن رقیب میکند. راند دوم پشت سر بشود. اما حساب تغییر نمییابد. بوبویف رو به باخت دارد، از این خاطر حرکت‌هایش برای افتادن رقیب است و امتیاز پیدا کند. اما حلیموف قیوم خیلی عالی است. جو با فکرم قیوم لعب برداشت که همه مخلصان باشند، آب نوشیده حتی نورسان از این رقابت ها حلاوت میبرند. فرقواتر گشتین میگیرند. برای وقت کمی کردن، حرکت ها زیادتر بشود. اوهو بوبویف سنت الله. سنت الله ایج نیکی پای رقیب را دریابد. اما قیوم حلیموف با کفکوبی های مخلصان در دور دوم هیچ امتیاز با رقیب نمیدهد و برعکس حال حالت های عکس العمل را کار میبرد. برای چند ثانیه دیگر این
برد برای قیوم علیمов و باخت برای سنت الله بابایف است. بار دیگر درود میگوییم با شما تماشابینان عزیز. وزن در گلمی ب عوض کرده می شود. وزن 65 کیلوگرم الکی آغاز گردید و رقابت ورزشکاران الکی قیومов بهادر با ولیف امید شروع می شود و الکی از طرف هنمان طرفی که ورزشکاری سرخ پوشیده قرار گرفته است دوبار با او الکی منع کرده می شود وقتی رقابت ورزشکاران و ورزشکار کبود پوشیده قیومов بهادر الکی صاحب 2 امتیاز است و رقابت بسیار هم در پرشدت جریان دارد. و الکی ورزشکار کبود پوشیده بسیار هم فعال است و اینجا داور با این ورزشکار الکی 4 امتیاز تحفه کرد و حساب رقابت الکی 6-0 است. از لحظه های اول الکی بهادر فعالی را در خود اختیار کرده است و الکی صاحب 6 امتیاز است و در ادامه رقابت میبینیم که چگونه آنها رقابت را سپاری میکنند و فکر میکنم که در اینجا رقابت الکی دقیقه های اول است تا انجام رقابت بسیار هم در سطح عالی صورت میگیرد، چون که رقیب بهادر هم امید نیست کوشش دارد که هر چیز زودتر صاحب امتیاز شود و حداقل حساب را به رقیبش نزدیک نماید، چون که حال و وقت خیلی زیاد است و اگر کوشش کند میتواند این کار را انجام بدهد. طوری که گفتیم الکی وزن عوض شد، وزن 65 کیلو است در گلمی ب و اینجا ورزشکاران قیومов امید با ولیف قیومов بهادر معذرت با ولیف امید رقابت کرده ایستادند. حساب رقابت بر نفع قیومов بهادر است با حساب 6-0 و رقابت بسیار پرشدت جریان دارد. و الکی باز ورزشکار کبود پوشیده یک پرتوفت بسیار هم عالی را نشان داد و صاحب 4 امتیاز گشت و غلبه را مال خود کرد و به دور بعدی راه یافت. باید خواهد نماییم که ورزشکار ولایت سوخت قیومов بهادر در این رقابت بسیار هم پرشدت با حساب 10-0 رقیبش را شکست داد و به دور بعدی راه یافت.
اینجا نوارها از همون لحظه های پرتافتا و همون غالبیت بهادر نشان داده می شود و جفتی وزن می شود. تماشابینان عزیز، رقابت دیگر اینجا آغاز می شود. تماشابینان گرامی، اینجا رجبکوف آرسن از ولایت مختار کوهستانی بدخشان با شریپوف جمشید از عضو همون شهر دوشنبه که در اینجا رقابت را آغاز کردند و رجبکوف آرسن با لباس‌های کبود است و حریف او باشد شریپوف جمشید با لباس‌های سرخ. رقابت را آغاز کردند و دقیقه اول رقابت است و پهلوانان تلاش دارند که امتیاز اولین را صاحب شوند و به دست بیارند. هر دوی ورزشکاران کوشش میکنند که امتیاز اولین را صاحب شوند و الکای داور هم با ورزشکار سرخ پوشیده شریپوف جمشید الکای دو امتیاز را تحفه نمود و جمشید کوشش میکند که باز امتیازهایش را زیادتر نموده راه به پیروزی گیرد. الکای باز دو امتیاز دیگر با جمشید، باز دو امتیاز دیگر داور هدیه میکند با ورزشکار سرخ پوشیده همون شریپوف جمشید. باید قید نماییم که جمشید شهر دوشنبه رو نمایندگی میکند و آرسن رقیبی او باشد رجبکوف آرسن ولایت مختار کوهستانی بدخشان را. حساب تماشابینان عزیز 6-0 است و جمشید پیش صف است. دقیقه دومی رقابت ها سپری شده ایستاده است و هر دوی پهلوانان برای پیروزی کوشش و تلاش دارند. باز ورزشکار سرخ پوشیده همون شریپوف جمشید طوری که در بالا قید کردیم الکای صاحب دو امتیاز دیگر شد و حساب را 8-0 کرد. در صورت دو امتیاز دیگر به دست آوردن جمشید او میتواند قبل از انجام وقت پیروزی را صاحب گردد و به دوره بعدی راه یابد. نسبت به رجبکوف آرسن رقیب او شریپوف جمشید که در همون پیشتاز است کوشش میکند که هر چیز زودتر رقابت را انجام دهد و الکای حساب 10-0 شد و جمشید توانست رقیبش را با نتیجه بسیار هم کلان شکست داده و دوره بعدی راه خواهد گیرد. اینجا تماشابینان عزیز نوارها از لحظه های همون پرتافت هایی که جمشید انجام داد و صاحب امتیاز گردید اینجا پیشکشی شما گشته ایستاده است. دو ورزشکار دیگر روی گله می آیند. امیرف محمد با شهرت ظفرخان. رقابت آغاز می شود. امیرف محمد با شهرت ظفرخان و هر دوی پهلوانان کوشش میکنند که هر چه زودتر امتیاز اولین را صاحب شوند و در فرصت مساعد میخواهند که
اصول را انجام بدهند و نتیجه به دست بیارند. طوری که در بالا همکارمون مرادعلی تشایف قید کردند که با منتخب گشتین طرز آزاد با هیئت منتخب 4 لگیونر از فدراسیون روسیه وارد شدند و آنها طوری که در رقابت‌های اولین وزن 57 کیلوگرم هم مشاهده کردیم، یک نفر از آنها یکی از پهلوانان ناماشنای کشور ما رو شکست داده به دور بعدی راه یافت و اینجا نشان میدهند باز در رقابت‌های بعدی همون لگیونرهایی که از این پس تاجیکستان را معرفی میکنند. و دقیقه دوم رقابت‌ها در وزن 65 کیلوگرم بین امیرف محمد با شهرت ظفرخان رفته ایستاده است و الکی شهرت ظفرخان صاحب 6 امتیاز است و در صورت با چنین نتیجه به پایان رسیدنی وقت او میتواند که پیروزی را صاحب گردد و به دور بعدی راهش را هموار نماید. ورزشکار سرخپوشیده امیرف محمد باید هرچی بیشتر تلاش کند، هرچی بیشتر کوشش نماید که صاحب امتیاز شود، زیرا که در صورت با چنین نتیجه به پایان رسیدن وقت رقیب او شهرت ظفرخان غالب میگردد. از این رو هرچی بیشتر باید محمد کوشش نماید، تلاش کند که صاحب امتیاز شود و امتیازها را با رقیبش برابر نماید. دقیقه سیوم رقابت آغاز شد و رقابت همانا با حساب 6-0 بر سود شهرت ظفرخان است، ورزشکار کبود پوشیده. و اینجا شهرت ظفرخان کوشش کرده ایستاده است که همان وقت را به درازا کشد تا اینکه وقتی خواه آزمایی به انجام رسد و پیروزی را به دست بیارد. و اینجا یک کوشش دیگر از جانب ورزشکار لباسی که سرخ پوشیده است امیرف محمد بود، ولیکن به نتیجه به پایان رسید. و اینجا توقف کرده می شود با ورزشکاران لحظه و سپس باز برگشته رقابت را ادامه می دهند. و اینجا لحظه های پرتافت های شهرت ظفرخان است که پیشکش شما شده ایستاده است تماشابینان عزیز. و دوباره رقابت را باز دوباره ادامه می دهد و ورزشکاران را به میدان می خواند. و حالا که آغاز شد رقابت شهرت ظفرخان با امیرف محمد چگونه آغاز شد؟ وقتی که داور توقف کرده بود و اینکه تا این لحظه حساب رقابت با حساب 6-0 بر سود شهرت است و آنها تلاش دارند که رقابت را جالب کنند. و اینجا الکی شهرت باز صاحب 4 امتیاز شده، رقابت را قبل از انجام مهلت بر نفع خود انجام داد و راه گرفت به دور بعدی. لحظه های تکرار از رقابت محمد با شهرت اینجا برنمایش گذاشته می شود و طوری که قید کردیم شهرت توانست
در رقابتی که در برابر محمد داشت با نتیجه کلان 10-0 غالب شود. جفت نوبتی روی گله می آید تماشابینان عزیز در وزن تا 65 کیلوگرم و در این رقابت شایف ابوبکر با عمرف مقصود رقابت را آغاز میکنند و لحظه توقف کرده می شود. تماشابینان عزیز دوستان عزیز مخلصان و هواداران دوستان عزیز حالا که چمپیونات جمهوری تاجیکستان در اینجا برگزار می‌گردد مخلصان کشتی مخصوصا رقص‌های مهاره‌های آمیخته از همینجا سرچشمه می‌گیرند. یکی از شرکت‌های بانفوذی UFC یکی از چهره‌های نامدار این شرکت سمیت مگامد شریف حضور برمیگردیم به رقابت تماشابینان عزیز و اینجا لحظه بود که یکی از چهره‌های نمایان UFC زبید مگامد شریپوف معرفی کرده شد که عین حال در این مسابقه اشتراک دارد و جفت نوبتی شایف ابوبکر با عمرف مقصود روی گلیم برآمدند. عمرف مقصود از دسته خطلان 2 است و شایف ابوبکر باشد شهر دوشنبه را نمایندگی میکند. اینجا دقیقه اولی رقابت جریان دارد و اینجا یک پرتافت بود از جانب عمرف مقصود و الکی از جانب داوران 2 امتیاز به مقصود داده شد. و در اینجا از چه سبب که باشد با همان 2 امتیاز عمرف مقصود غالبیت را به دست آورد. اینجا از همان سببه که حریفیو فکر میکنم که جراحت برداشت، به همین خاطر مقصود به دور بعدی راه یافت. اینجا همان لحظه ای که پرتافت بسیار هم عالی را مقصود نشان داد. پیشنهاد شما میگردد. جفت نوبتی دوستان عزیز در وزن 65 کیلوگرم روی گلیم میبرایند. رقابت آغاز می شود تماشابینان عزیز و میبینیم که در اینجا این جفت چگونه هنرنمایی را به ما نشان میدهند و الکی کوشش ها از 2 جانب است و 2 امتیاز به ورزشکر سرخ پوشیده اینجا نشان داده می شود. دو امتیاز دیگر باز به ورزشکر سرخ پوشیده نشان داده می شود و شماره امتیازهای او 4-0 می گردد. دقیقه اولی رقابت است دوستان عزیز و الکی باز امتیاز 6-0 می کند این ورزشکر
шумораи имтиёзҳояшро дар лаҳзаҳои аввали рақобат. ва ҳарифи ӯ бояд ҳарчи кӯшиш кунад, зеро ки вақт ҳоло зиёд аст, ӯ метавонад дар ин рақобат соҳиби имтиёз шавад ва ҳатто метавонад ки то анҷоми вақт бо анамон партофтҳои зебо, бо натиҷаҳои имтиёзовар шумораи имтиёзҳояшро бо рақибаш баробар намуда ҳатто ғолиб шавад. Лекин дар ин ҷо боз кӯшишу зиёд аз ҷониби варзишгаре ки рӯ ба пирӯзӣ аст. Ва ин ҷо як партофти бисёр зебо буд ва боз 4 имтиёз нишон дода мешавад ва аллакай ин варзишгар ғолиб омад. با ایلهام محکمов ایلهام از دسته‌ی سوخت غالبیت را به دست آورد. جفتی نوبتی دعوت کرده می شود به رقابت و الکای دوری دیگر آغاز می شود. رقابت های دوری یک چهارنهایی در وزن 65 کیلوگرم شروع می شود بعد چند لحظه. بکف کمال با سفرف انور رقابت را در دوره یک چهارنهایی آغاز کردند و الکای در فرصت‌های اول ورزشکار سرخ پوشیده صاحب یک امتیاز می شود. الکای یک پرتافت دیگر رو انجام داد و باز پرتافت انجام داد ورزشکاری که با لباس‌های سرخ رقابت کرده ایستاده است و الکای صاحب 10 امتیاز گردید و در دقیقه اول رقابت انیقترش در 37 ثانیه‌ای که او در برابر رقیبش آزمایش انجام داد او صاحب امتیاز گردید.
جفتی نوبتی در دور یک چهارفینال وزن 65 کیلوگرم آغاز می شود. قیوموف عبدالمجید با رقیبش کودیف عبدالمجید. در اولین انمون آغاز رقابت کودیف عبدالمجید توانست که 2 امتیاز را به دست بیارد و رقابت بسیار هم پرشیده جریان میگیرد، زیرا که در اینجا هر دوی ورزشکاران تلاش میکنند که به دور نیمه نهایی راه یابند. از این رو رقابت این جفت بسیار هم پرشیده صورت گرفته ایستاده است و با نمان 2 امتیاز کودیف عبدالمجید عین حال در پیش است و دقیقه اولی رقابت است. کودیف عبدالمجید دوشنبه دسته دوشنبه رو نمایندگی میکند و رقیب او باشد قیوموف عبدالمجید هم از دسته دوشنبه است. و اینجا صاحب 4 امتیاز می شود کودیف عبدالمجید. باز 2 امتیاز دیگر ضم کرده می شود با انمان ورزشکار دسته دوشنبه کودیف عبدالمجید، زیرا که در اینجا هنمون هر یک گوییم که لحظه ای که ورزشکار رقیبش را در حالت باز داشتن گوییم که به چرخش می درآورد، هر یک هنمون چرخش آنها صاحب 2 امتیازی می شوند. الکی 8-0 کودیف در پیش است و در صورت 2 امتیاز دیگر به دست آوردن او به دوری بعدی راه می یابد. کوشش ها از جانب رقیب عبدالمجید هم زیاد می شود. دقیقه دومی رقابت است و قیوموف می تواند که امتیازها را برابر نماید. بهادر در اینجا باید کوشش زیاد نماید تا که و اینجا داور با او اشاره می کند که بهادر باید انمان نگاه دارد وقتی رقابت رو، زیرا که با انمان پنجه برای رقیب زدن این خطر دارد برای حریفی او. همان حساب 8-0 بر سود کودیف است و دقیقه سومی رقابت جریان دارد. هر دوی پهلوانان تلاش میکنند که به دور بعدی راه یابند، ولی که در اینجا انمان ورزشکاری که تلاش میکند زحمت‌هایش زیاد است، کوشش دارد صاحب امتیاز شود، او میتواند به دور بعدی راهش را هموار کند. و اینجا الکی کودیف باز 2 امتیاز دیگر را به دست آورد و با نتیجه 10-0 به سبقت بعدی می رود. از همون لحظه های اول عبدالمجید بسیار هم فعال بود از لحظه های اول رقابت و اینجا رقیبی و بهادر قیوموف کمی ناراضگی میکند، ولیکن چی کنیم که ورزشکار زحمت و تلاشش زیاد است و غلبه را صاحب می شود.
همین چهره‌ای که می‌بینید کودیف عبدالمجید است و او با دور نیمه‌نهایی راهش رو هموار نمود. رقیبش رو قیوم بهادر رو شکست داد. جفت عوض می شود تماشابینان عزیز و جفت نوبتی شریپوف جمشید با شهرت زفرخان روی گله می برایند برای با دور دیگر راه یافتن. رقابت آغاز می شود تماشابینان گرامی. دور یک چهار نهایی است میان شریپوف جمشید با شهرت زفرخان. باید قید نماییم که هر دوی ورزشکاران شهر دوشنبه رو نمایندگی میکنند و کوشش آنها با دوره نیمه نهایی راه یافتن است. دقیقه اولی رقابت جریان دارد و هر دوی پهلوانان کوشش میکنند که در فرصت اولین صاحب امتیاز شوند و داور اشاره میکند که با رقابت همان بیشتر کوشش کنند که رنگ دیگر بخشند و 4 امتیاز به شریپوف جمشید داده می شود. باز 2 امتیاز دیگر ضم کرده می شود به 4 امتیاز جمشید و او الکی صاحب 6 امتیاز گردید در دقیقه دوم رقابت الکی. کوشش میکند شورا در اینجا که هر چیز زودتر با نمون امتیازهایی که جمشید به دست آورد شماره امتیازهایش را با او نزدیک کند، ولیکن اینجا از دو جانب است کوشش و تلاش هایی که ورزشکاران اینجا انجام میدهند. و الکی 6-0 است و اینجا کوشش کرده است از شهرت زفرخان که صاحب امتیاز شود، ولیکن جمشید هم بسیار قوی ایستاده است و او میخواهد که هرچی زودتر غلبه را صاحب شده به دور نیم فینالی راه یابد. یک کوشش دیگر از جانب جمشید می شود اینجا. جمشید با تابلو می نگرد تا که چند دقیقه دیگر در پیش داشته باشد و همین خاطر حالا وقت زیاد است و می تواند رقیبی و شهرت هم صاحب امتیاز شود، زیرا که الکی در اختیار دارد او وقت زیاد را. به همین خاطر دقیقه سیوم است و همان جمشید در پیش است و اینجا لحظه توقف می شود در این رقابت و سپس باز ادامه می دهند. 6-0 است تا این دم حساب رقابت و اینجا با ورزشکاران لحظه گویم که دم می دهند و بعدی همون یک چند ثانیه دوباره بر می گردند، زیرا که ادامه دارد رقابتی آنها. بر می گردند جمشید با شهرت و
حساب 6-0 است. همانا بر نفع جمشید. دیگر باره رقابت شروع شد میان جمشید با شهرت و کوشش از دو جانب است. در صورت پیروزی جمشید به دور نیم نهایی راه می‌یابد و تماشاگران عزیز باید قید نماییم که در اینجا در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اومد به گشتن طرز آزاد و یونانی رمی در سال 2024 تعداد زیادی مخلصان جمع آمدند و حتی باید قید نماییم که از چهره‌های شناخته UFC زبید مگامد شریفов هم حضور دارد همچون مهمان و اینجا جمشید توانست که رقیبش را شکست بدهد و به دور نیمه نهایی راه یابد. جمشید در این رقابت حتی امتیازی را هم از دست نداد و با نمون 10-0 شهرت ظفرخان رقیبش را ناکام کرده به دور دیگر راه یافت. اینجا همان لحظه های پرتافت های جمشید در حالت تکرار به نمایش داده می شود. رقابت دیگر شروع می شود میان دو تن از پهلوانان دیگر در دور یک چهارنهایی. عمرف مقصود با محکمов الهام. عمرف مقصود با محکمов الهام در دور یک چهارنهایی طوری که گفتیم رقابت را آغاز کردند و با دور نیمه نهایی راه یافتن این دو پهلوان باید تلاش‌های زیاد کنند. رقابت شروع می شود دیگر باره و یک امتیاز با ورزشکار سرخ پوشیده نشان داده می شود. این جفتی آخرین در رقابت دور یک چهارنهایی به حساب می رود و پهلوانان بعد این رقابت وزن عوض کرده می شود. حساب را 1-1 میکند رقیب الهام. مقصود با الهام تلاش دارند برای همان امتیازهای ضروری که در اینجا آنها را به دور بعدی میبرد. دقیقه دوم رقابت رفته ایستاده است و همان حساب 1-1 است میان الهام با مقصود. ورزشکاران بیشتر باید کوشش کنند زیرا که در صورت کوشش نکردن آنها هیچ امتیازی را به دست نمیارند. هر دوی پهلوان یکدیگر را یک ذیل داشتند و کوشش دارند
анамон лаҳзаи муносиб пайдо намуда соҳиби имтиёз шаванд. кӯшиш бояд зиёд инҷо бошад аз ҷониби ҳардуи рақиб, зеро ки ҳамоно як бар як аст. дақиқаи сеюм ба анҷом мерасад ва инҷо лаҳзаи таваққуф карда мешавад. бармегарданд варзишгарон ва инҷо Умар Мақсуд бо рақибаш Маҳкамов Илҳом. варзишгари сурхпӯшида ин Мақсуд аст ва варзишгари кабудпӯшида Илҳом аст. дақиқаи чоруми рақобат шурӯъ мешавад ва як бар як имтиёзи ҳардуи рақиб варзишгарони як бар як аст. кӯшиш зиёд аст аз ҷониби ҳардуи паҳлавонон, ҳам Мақсуд ва ҳам Илҳом ки соҳиби имтиёз шаванд, валекин то ба ҳол ҳисоб як бар як аст. با Илҳом довар Илҳомро огаҳ кард ки ҳарчи кӯшиш намояд, чунки ӯ камфаъол ба назар мерасад. аз ҳисоби камфаъол будани Илҳом ба Мақсуд дар сурати ҳамин 30 сонияе ки ишора карда мешавад аз ҷониби довар, Мақсуд метавонад соҳиби имтиёз шавад дар сурате ки рақиби Илҳом агар фаъол нашавад дар ҷараёни рақобатҳо. кӯшиш зиёд аст, лекин то ба ҳол имтиёз ба чашм намерасад. ва як имтиёз дода мешавад ба Мақсуд ба он хотире ки рақиби ӯ Илҳом дар анамон лаҳзае ки довар ишора кард, дар 30 сонияе ки ӯ фаъол нашавад ва Илҳом фаъолии худро нишон дода натавонист ва Мақсуд соҳиби як имтиёзи дигар шуд ва ҳисобро 2 бар 1 намуд. дақиқаи шашуми рақобат аст ва ин ҷуфти охирин дар давраи якчорфинал ба ҳисоб меравад. тамошобинони гиромӣ, дар сурати бо ин натиҷа ба охир расидани рақобат ғолиби ин ҷуфт Мақсуд дониста мешавад. дар 15 сонияи дигар ки дар пеш доранд агар ва аллакай инҷо 2 имтиёз ба Илҳом дода мешавад ва дар лаҳзаҳои охир Илҳом фаъолиро
با کار گرفت و ولیکن اینجا باز همون در لحظه چرخیشه که مقصود داشت باز دو امتیاز رو مقصود به دست آورد و با نتیجه 4-3 وقت به انجام میرسد و مقصود با دور بعدی راه می‌یابد. الهام در لحظه های اخیر کوشش کرد و فاول شد ولیکن در لحظه های اخیری که وقت به اتمام رسید نتوانست که راه یابد به دور دیگر. این جفتی آخرین بود در دور یک چهارنهایی وزن 65 کیلوگرم. تماشاگران عزیز وقت نشان می‌دهد که از رقیبش بهتر است و اینجا وزن عوض کرده می شود. اینجا وزن 74 کیلوگرم رقابت ها آغاز می شوند. رقابت میان دو ورزشکار اینجا آغاز گردید در وزن 74 کیلوگرم. اینجا ورزشکار سرخ پوشیده رامیز است. امیرقلوف رامیز از دسته دوشنبه با ویکتور راسادین و این ورزشکار کبود پوشیده از همون 4 لگیونری که گفتیم در بالا همکارمون که قید کرده بودند که با منتخب تاجیکستان پیوست. این فکر میکنم یکی از آنها است و اینجا رامیز با معذرت دوستان عزیز اینجا اشرف خان مدس هم بوده است. این ورزشکار کبود پوشیده از دسته دوشنبه و اینجا یک امتیاز رو رامیز به دست میارد. امیرقلوف رامیز از دسته دوشنبه. و اینجا کوشش ها از جانب رامیز زیاد است و او کوشش میکند که امتیازها را صاحب شود و البته از جانب داور باز دو امتیاز دیگر بر رامیز داده می شود. نمیشینی اشرف خان مدسن با امیرقلوف رامیز در دور اول وزن تا 74 کیلوگرم رقابت دارند و اینجا رامیز با برتری 3 امتیاز در پیش است. دقیقه سیوم رقابت صورت گرفته ایستاده است. اشرف خانوف مدسن از دسته دوشنبه و امیرقلوف رامیز نیز دسته دوشنبه را نمایندگی میکند و داور اشاره میکند که 2 امتیاز دیگر با رامیز داده شود. حساب رقابت 5-1 می شود چون که رامیز از انمان روی گلیم برآمد
و لحظه توقف کرده می شود تماشابینان عزیز، زیرا که 3 دقیقه سپری گشت و بعد چند ثانیه باز دیگر باره ورزشکاران بر میگردند بعد لحظه و اینجا لحظه های انمان تکراری نشان داده می شود از جانب رامیز با رقیبش مدسن. دیگر باره هر دوی پهلوان برگشتند و اون یک امتیازی که داور اشاره کرده بود از با ورزشکاری که بود پوشیده مدسن به خاطر از میدان بیرون شدن رامیز با قید گرفته نشد و اینجا باز 2 امتیاز دیگر داور با رامیز اشاره کرد و یک امتیازی که با مدسن هم گفتیم اون را داور دیگر باره اشاره کرد و او با قید گرفته شد. همانا 7-1 است نتیجه امتیاز ها و رامیز کوشش دارد که قبل از انجام وقت و اینجا توانست اشرف خانوف مدسن امتیاز لازمه را به دست بیارد و فکر میکنم که در اینجا او الکی غلبه را به دست آورد، زیرا که در همون حالت لازمه رقیبش را تسلیم کرد و اینجا مدسن به دور دیگر راه یافت و رامیز از ادامه رقابت ها محروم شد. رقابت دیگر آغاز می شود در وزن 74 کیلوگرم با بوکالانوف محمد علی با ویکتور رصدین. ویکتور دسته خطلاندو را نمایندگی می کند و محمد علی باشد دسته دوشنبه را و دقیقه اول رقابت است. محمد علی کوشش کرده ایستاده است که در اول رقابت امتیاز به دست بیارد و رصدین توانست صاحب 2 امتیاز شود و می تواند در صورت رمان پای رقیب را باز داشتن باز رصدین صاحب امتیاز شود و داور رقابت را باز می دارد. اینجا همون مربی رصدین در نوار است و با شاگردش توصیه می دهد. باز 2 امتیاز دیگر با ویکتور رصدین نشان داده می شود. حساب 4-0 است. باباکالونوف محمد علی با رصدین در روی گلیم هستند و اینجا باز یک امتیاز دیگر به خاطر از میدان بیرون شدن محمد علی با ویکتور داده می شود. حساب 5-0 دقیقه دوم رقابت جریان دارد. و باز ورزشکار سرخ پوشیده یعنی محمد علی از نمون خط گلیم بیرون می براید و یک امتیاز دیگر باز به رقیب او داده می شود.
дар сурати 4 имтиёзи дигар ба даст овардани Виктор Расадин ӯ қабл аз муҳлат соҳиби имтиёз соҳиби анамон пирӯзӣ мешавад ва 2 имтиёзи дигарро боз ӯ соҳиб шуд ва дар сафи пеш аст ва метавонад баъди 2 имтиёзи дигарро ба даст овардан Виктор Расадин ғолиб шавад ва ҳамоно тавре ки гуфтем қабл аз анҷоми вақт ӯ соҳиби 10 имтиёз гардид ва ғолибиятро аниқтараш ба даст овард. اینجا لحظه های تکراری رقابت ویکتور راسادین با محمد علی بابوکالونوف نشان داده می شود و ویکتور به دور بعدی راه یافت و محمد علی باشد از ادامه سبقت ها بی‌نصیب می شود. اینجا در اکران حتی همون جودوکارانی هیئت منتخب کشور مخصوصا بانوان مولده آدینه و روی نوار بود و آنها نیز پای دستگیری ورزشکاران اینجا آمدند و رقابت دیگر آغاز می شود. اینجا یک پرتافتی بسیار هم عالی بود از جانب ورزشگر کبود پوشیده و او الکی در اولین لحظه های رقابت در 37 ثانیه‌ای که رقابت کرد عظمت انیخترش غالب آمد. тамошобинони азиз, навбатро ба ҳамкорамон Сормон Мисаев медиҳем ва ӯ аз ҷараёни рақобатҳои вазни 86 килограмм ба шумо шарҳ медиҳад. که همین حالا خب بار دیگر درود میگویم به همه شما دوستان عزیز، مخلصان و هواداران شبکه ورزش، خاصتا اون نفرانی که همین لحظه ها چمپیونات تاجیکستان اوید به گوشتین ترزیازات و یونانی ریمی را تماشا دارند. چون ما میبینیم در روز اولی رقابت ها گوشتین ترزیازات رقابت ها جریان دارند. سرخپوش است اشانوف و صدورov باشد با لباسهای سبز. نروسنجی را
در وزن 86 کیلوگرم اینجا آغاز کردند. و اکنون معلوم است که در گشتن ترزیازات بیشتر انا همون قوای دستان به کار برده می شود و اینجا حرکت های صدورف را ببینیم که چگونه فشار می خواهد بیارد بر جانب حریفش. دیانیار خوجا ایشانوف از ولایت سوخت است و آیت الله صدورف باشد از دسته شهر دوشنبه. و تا کنون آن تلاش‌هایی که هر دو از دقیقه های اول دارند امتیاز آور نیست همین لحظه ها. و حرکت دیگر از جانب صدورف و نزدیک است برای امتیاز. علاقه دو امتیاز رو صدورف به دست می‌آورد، نماینده شهر دوشنبه. و ببینید در کوتاه‌ترین ثانیه ها یک حرکتی که پهلوانان در رشته گشتنی ترزیازات انجام میدهند در حال به امتیاز آورده میرساند. همین چرخشی که داشت صدورف علاقه دو امتیاز را مال خود میکند و در این رقابت پیش صف است. حرکت های صدورف بیشتر است، علاقه دو امتیاز دیگر رو به دست می‌آورد. 4 امتیاز فرقیت البته اینجا دو چند می شود و ایشانوف هم اکنون بعد از آنه که امتیاز از دست داد ایشانوف دانیار خوجا ایشانوف و معلوم است که در برای بیشتر کردن همون حرکت هایش تلاش میکند چون 4 امتیاز پیش صف است حریف. اینجا رقابت باز داشتن بشود. خب همان لحظه های آبنوشی یا یک لحظه تنفس برای هر دو ورزشگران و اکنون اینجا توصیه های مربیان رو هم میگیرن هر دو ورزشگر که چگونه باید در جریان آزمایی نیروسنجی کنند و این باشد همان حرکت هایی که صدورف داشت برای گرفتن امتیاز برای ما و شما. ضیاءالدین سفرف مسئول بخش تکرار نشان میدهد. خب تا به همان نقطه درکاری حرکت رو صدورف ادامه داد و 4 امتیاز رو بعد از آورد و همکنون برمیگردند. بعد از توصیه مربیان بعد از یک لحظه آبنوشی هر دو برمیگردند. اکنون 3 دقیقه دیگر در اختیار دارند. برای داوود خوجا ایشانوف فرصت هست تا نتیجه را تغییر دهد، اما در اولین رسیش ها نخست صدورف اینجا تلاش کرد. یک چرخش اینجا لازم است. علاقه 2 امتیاز دیگر رو به دست می‌آورد صدورف. در مبارزه از دقیقه های اول البته که صدورف چون خیلی خوب شروع کردیم آزمایی را تا کنون 6 امتیاز پیش صف است. اگر 4 امتیاز دیگر کسب کند پس پیش از مهلت هم میتواند بر مقابل حریفش پیروزی به دست بیارد. موقعیت برای صدورف و یک حرکت 2 امتیاز دیگر 8-0 می شود. یک چرخش دیگر رفتیم. وقت تمام 10-0 و همینطور با برتری کلان پیش از وقتی اساسی صدورف آیت الله صدورف نماینده شهر دوشنبه
اینجا پیروز گردید و اکنون به دور دیگر میگذرد. بسیار رقابتی پرشدت بود. بله اینجا همان لحظه‌ای که بسیار با آسانی صدورف امتیاز به دست آورد برای ما و شما نشان داده می شود. خوب بعد از چند از اکنون رقابت دیگر شروع می شود. خوب شیروز شریپوف بر مقابل محمد سلام پارپیوف باید اندر میدان شود. حریف الکی در میدان است. شیروز و پارپیوف تو بکنون به میدان وارد نشد. پارپیوف نماینده ولایت سوخت است و شیروز شریپوف باشد از دسته شهر دوشنبه هنرنمایی میکند. براستی دوستداران گوشتین در تاجیکستان خیلی زیادند. نوبسته از کدام نوع گوشتین نشست‌جای‌های تالار قریب که پر است و همه به خاطر دستگیری پهلوانان آمدند. چون میبینیم شیروز شریپوف خود را به طور در کاری آماده میکند اما حریف دیر میکند. خب همینطور محمد اسلام پارپیوف نماینده ولایت سوخت به هم میدان وارد می شود و رقابت آغاز شد. رفتیم. خوب در این مبارزه اکنون متوجه می شویم که چگونه حالت به میان می آید. با لباسهای سبز است پارپیوف و شریپوف باشد سرخ پوش است نماینده شهر دوشنبه. سرعت رقابت از دقیقه های اول خیلی بلند است. حرکتی چگونه عملکرد خوبی داشت اینجا. باید شیروز شریپوف و الکی 6-0 می شود و اینجا بسیار حمالت ناگوار برای نماینده ولایت سوخت و در کوتاه‌ترین فرصت شیروز شریپوف نماینده شهر دوشنبه حریف را تسلیم میکند و اکنون بر مقابل آیت الله صدورف مبارزه خواهد برد. پهلوان سرخپوست با آسانی اینجا حریف را تسلیم میکند. سر اول اون پرتافتی که داشت و بعداً لحظه که در زمین حریف را نگاه داشت. انا همین حالت بوغی کردن تسلیم میکند. خب رقابت آغاز می شود دوستان عزیز. فریدون عادلوف سرخپوش است بر مقابل خورشید با در این رقابت اندر میدان شده است و تجربه فریدون عادلوف را هم البته ما خیلی خوب میدانیم که چگونه است. خورشید اشرف بر مقابل فریدون عادلوف البته نیروسنجی دارند.
فریدون عادلوف نماینده ولایت سوخت است. و در مبارزه بر مقابل فریدون عادلوف خورشید اشرف به خوبی ایستادگی میکند و اکنون موقعیت برای فریدون عادلوف و 4 امتیاز الکی هست برای عادلوف. دو امتیاز دیگر حرکت آخری عادلوف واگذاری می شود. نه، دو امتیاز دیگر که بود باز پس گرفته می شود. فریدون عادلوف موقعیت می جوید برای تسلیم کردن حریف و این شکل پرتاب باز امتیاز است یا نه؟ اینجا 1 امتیاز با عادلوف. خورشید اشرف اکنون باید بیشتر تلاش کند چون میبینیم 5-0 بر سودی عادلوف است. موقعیت را خوب میکند فریدون عادلوف و دم پرتاب میکند 4 امتیاز دیگر 9-0. از دقیقه های اول معلوم بود که عادلوف به حریف یگان فرصت نخواهد داد. برای عادلوف 1 امتیاز دیگر کفایه است و همینطور تمام. وقت نه انیخترش امتیازی که فریدون عادلوف میگیرد پیش از مهلت حریف را تسلیم میکند خورشید اشرف را و عادلوف هم اکنون و دوری دیگر می رود. نیروسنجی وزن 97 کیلوگرم هم ادامه میکنند و البته که انا همین خرد و بزرگی امروز همه به دستگیری پهلوانان آمدند. خب رقابت آغاز می شود دوستان عزیز. سرخپوش سهراب کریموف است و حریف او باشد نوروز از دسته ختلان. و در حال ببینیم موقعیت را اشغال میکند. 2 امتیاز الکی به دست میارد پهلوانی سبزپوش. انا همین موقعیت بسیار خوب است برای سهراب تا یک چرخشی که دارد و نزدیک است که حریف را در زمین نگه دارد. الکی 2 امتیاز دیگر و همینطور تمام. پیش از مهلت اینجا پهلوانی سبزپوش سهراب کریموف با آسانی توانست که حریف را شکست بدهد و راه خود را به مرحله دیگر انوار کند که با فریدون عادلوف با احتمال زیاد رقابت خواهد کرد. داور مرکز هم عوض می شود و اکنون رقابت ها در وزن 57 کیلوگرم شروع می گردد.
Ayal Belelubski با لباس‌های کبوت است. حریفش از دسته شهر دوشنبه سنت الله بابایوف با لباس‌های سرخ رقابت را شروع می‌کنند و حرکت‌های اول البته از جانب ایال است. ببینیم از پا چگونه می‌دارد. تنها اینجا پرتاف لازم است. اگر همون سری وقتی تا با آخر مبارزه برد و 2 امتیاز را هم صاحب می‌شود ایال. و اینجا ایال هم کمی لط برداشت. با طبیبان هم نیاز دارد، اما اشاره می‌شود که خوب است، میتواند که رقابت را ادامه دهد. البته امسال گوشتگیران طرز آزاد را رقابت‌های خیلی مهم در سطح آسیا و جهان انتظار است. مهمتر از همه بازی‌های المپی برای راه یافتن به بازی‌های المپی مسابقه‌های انتخابی است. البته که پهلوانان ما امکان دارند که خود را نشان دهند و همان نتیجه درکاری را به دست بیارند. بار دیگر حرکت ایال امتیاز میگیرد. 8-0. 2 امتیاز دیگر نزدیک است. یک چرخش دیگر رفتیم. تمام. و همینطور 10-0 ایال بلایوبسکی اینجا پیروز میگردد از دسته ختلان 2 و روی خود را به مرحله دیگر میبرد. ایال بسیار حرکت خوبی داشت در مبارزه بر مقابل حریفش و با آسانی توانست که اینجا حریفش را شکست بدهد. خب اکنون اینجا قیوم حلیموف کبوت پوش بر مقابل حریفش مبارزه را شروع کرد. قیوم نماینده شهر دوشنبه است. و البته در رقابت گذشته دوستان عزیز البته که اینجا سنت الله بابایوف پیروز گردیده بود، نه ایال، و اکنون ایال به میدان برآمد. در رقابت قبلی البته اینجا اشتباه شد، ایال نو به میدان میبراید و سنت الله بابایوف بود که حریفش را شکست داد. و البته اینجا رقابت برای راه یافتن به مرحله نهایی است و تا کنون تلاش‌های هر دو رقابت تا کنون امتیاز آور نیست.
خب اکنون اینجا اشاره می شود 3 امتیاز و ایال. نه خب همان ثانیه هایی که برای ایال است. اگر با ثمرانو که استفاده برده نتواند حریف امتیاز خواهد گرفت. یک امتیاز الکی با قیوم حلیموف هست. به خاطر آنه که فرصتی به میان آمده را ایال استفاده بردن نتوانست. هرچند صورت رقابت بلند هم باشد ولی برای کسب امتیاز هر دو هم آنقدر موفق نیستند. اکنون ثانیه هایی که برای توصیه مربیان، برای آبنوشی، برای یک نفس راست کردن برای پهلوانان که اینجا چون قبلا هم گفتیم توصیه مربیان رو هم میگیرند. و این حالت هایی که فعالی اینجا همون امتیاز به حلیموف داده شد یک بار دیگر برای ما و شما نشان دادن. ایال معلوم است که از کشور ما نیست. خوب برمیگردند اکنون هر دو پهلوان به عرصه رقابت. اکنون کمی نفس تازه هم گرفتند هر دو و امکان دارند که خود را فعالتر نشان دهند. و اینجا داور مرکز رو نزدیک خود میخواند. خب ادامه میکنند جریان رو و اکنون موقعیت برای ایال، ولی در همین حرکتی که داشت 2 امتیاز میگیرد پهلوان سرخپوش و با چرخشش 2 امتیاز دیگر رو ضم میکند. اکنون حساب 4-1 شد. در چند ایال قفا بود، از حریف قفا میموند از جهت امتیاز، ولی هم چرخشی که داشت او رو پیش صف کرد. برای ایال همین نتیجه تا با آخر اگر ادامه کند کافی است، اما حلیموف باید هرچی بیشتر تلاش کند. امکانیت برای ایال 2 امتیاز دیگر و همینطور رقابت را در این لحظه باز می‌دارد داور.
айал наздик аст барои таслим кардани ҳариф ва акнун як имтиёзи дигар барои ҳарифро аз рӯи гилем баровардан 7-1 мешавад. ҳалимов хеле хаста аст. маълум аст ки дигар бар муқобили айял он қадар истодагарӣ кардан наметавонад. ду имтиёзи дигар 9-1 ва дар замин агар ҳарифро нигоҳ дорад айял метавонад ки инҷо рақобат боз дошта шавад. хуб, ҳамин тавр бо бартарии бештари имтиёзҳо 11-1 айял белоюбский тавонист инҷо дастболо шавад. рақобатҳои дигар дар вазни 57 килограмм шурӯъ мешавад. баъд аз чанд лаҳза, баъд аз дидани ҳамон ҳаракатҳое ки айял дошт, хуб, абдулмаҷид кудиев кабудпӯш дар аввалин расидшо нохост ангушти ҳариф ба чашмони ӯ мезанад. сурхпӯш аст бегаков ва кудиев бошад бо либосҳои кабуту сиёҳ рақобатро идома медиҳад. кудиев албатта хеле таҷрибаи хуб ҳам дорад. кудиев дар сабқатҳои бузург дар бозиҳои осиёӣ, дар қаҳрамонии осиё, қаҳрамониҳои ҷаҳон албатта таҷрибаи хеле хуб дорад ва мебинем ки бар муқобили бегаков чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. кудиев ба наздикӣ аз ҳайати клуби ҳоҷишариф ҳам дар риштаи ҷудо миёни бошгоҳҳо баромад кард. ҳунараш дар риштаи ҷудо ҳам хуб буд, вале асосан ӯ дар риштаи тарзи озод ҳунарашро ба таври даркорӣ нишон медиҳад. барои кудиев то ҳамин дақиқаҳо муяссар намешавад ки ба гирифтани имтиёз даст ёбад. маълум мегардад ки бегаков ҳам хуб аст.
کودیف اشاره میکند که او آماده است، هرچی تیزتر باید رقابت شروع گردد. یک امتیاز با کودیف علاکه داده شد و همون فشار زیاده که بر جانب حریف دارد کودیف. معلوم گردد که علاکه امتیاز مالی کودیف گردید. در این رشته ورزش البته دستان خیلی نقش مهم دارند. باز همین خاطر دستا باید پرقوت باشد هنگام اجرای اصول، حریف رو عموما تیله دادن، تاب دادن، باز همین افتانیدن. البته نقش مهم رو همون هر دو دست اجرا میکند. به همین خاطر همون بازوانی که دارن هر دو معلوم است که از حد زیاد آماده هستند و اینجا چی اشاره میکند؟ بعد از امر داور بود پرتافتی کودیف. و فشاری کودیف نزدیک است برای امتیاز و بار دوم است که بعد از امر داور حرکت میکند کودیف و یک امتیاز را هم صاحب میگردد. و اینجا چلنج یا همون اظهار ناراضگی خود را اینجا بیان میکند مربی بیگاکوف. بیگاکوف ادعا دارد که اینجا کودیف غیر قاعده عمل کرد. خوب خوب البته اینجا هیئت مشاوره برای تحلیل همان حالت مشورت میکنند. حالتی بحث برانگیزی که برای کودیف بود بالاخره به نفع کودیف به انجام رسید و یک امتیاز به کودیف داده شد. باز یک بار دیگر همان اظهار ناراضگی خود را بیان میکند. بچه همون چلنج پرتافته شد یک بار دیگر از جانب مربی بیگاکوف. خوب همینطور بالاخره بر
خوب همینطور وقت به انجام رسید. آن وقتی که باید ورزشکاران یک نفسی تازه بگیرن، از مربیان مشورت بگیرن، آب بنوشن و باز بار دیگر به عرصه رقابت وارد شوند. همون 30 ثانیه‌ای که در اختیار دارند باید استفاده شود. خوب دوستان عزیز، ادامه میدیم رقابت رو. البته در همون تابلو یا نمولوها وزن 57 کیلوگرم نوشته شده است، اما رقابت در وزن 65 کیلوگرم همین حالا جریان دارد که کودیوف بر مقابل بیگاکف اینجا رقابت دارند و حرکت های بیگاکف اکنون در ثانیه های اخیر بیشتر می شود. وای فشار اینجا بسیار هم غیر قاعده بود از جانب بیگاکف و ببینیم چگونه به ترتیبی اینجا از جانب مربیان هر دو ورزشگر است. این گونه تا روی گلیم آمدن مربیان و نمایندگان همون ورزشگران البته عموما ممکن نیست، اما چون اشاره شد اظهار ناراضگی کرده تا برای گلیم آمدن. اگر اظهار ناراضگی است پس همون چالش یا همون اظهار ناراضگی خود را باید معین کند مربی ورزشگر، نه اون که باید برای گلیم بیاید. و ببینیم که بس از جانب داور مرکز اینجا فشار میارند نمایندگان هر دو ورزشگر. و این رقابتی بحث برانگیز گردید. با همون 3 امتیازی که کودیوف دارد همون پیشرفت است، اما نوبت به نوبت بحث در این رقابت بیشتر می شود. ورزشکاران آماده هستند، اما بحث مربیان ورزشکاران همان ادامه دارد. خوب برمیگردد داور مرکز و سراول ورزشکاران را میفهماند که باید خوب گوشتین گیرند. اکنون بار دیگر چگونه اینجا روش میکند بیگاکف و نه یک امتیاز دیگر با کودیوف. نه امتیاز داده نشد، اما داور مرکز اشاره کرد یک امتیاز ولی نه توانست.
کودیوف خیلی نزدیک است که روی خود رو به مرحله نهایی هموار کند. کودیوف باید آن تجربه‌ای که دارد حریفش را بر وقت از ادامه رقابت محروم میکرد، ولی این ورزش است. بعضا وقت کم تجربه ها میتوانند که بر مقابل صاحب تجربه ها غلبه کنند. اینجا اکنون فرصت تا رفت برای بیگاکوف کم می شود و کودیوف باید همان 30 ثانیه‌ای که برای او داده می شود استفاده کند، وگرنه یک امتیاز با بیگاکوف داده می شود. خوب موقعیت برای کودیوف. همه مخلصان همین رقابت رو تماشا دارند، همه دستگیری میکنند، صدا بلند میکنند و کودیوف اینجا فشار رو بیشتر میکند. اما بیگاکوف هم ایستادگی کرد، ولی 2 امتیاز با کودیوف و 1 امتیاز با بیگاکوف. به خاطر آنه که 30 ثانیه در اختیار داشته رو کودیوف استفاده کردن نتوانست. ثانیه های به شمار موندن و همین طور وقت به انجام رسید. یک رقابتی خیلی سخت بود و بالاخره کودیوف روی خود را به مرحله نهایی انوار میکند، اما حریف شانس دارد که برای نشان برنجی مبارزه برد. رقابت خیلی رقابتی طولانی شد، رقابتی پرشدت بود، رقابتی بحث برانگیز بود، ولی بالاخره نتیجه آور شد. بیشتری وقت در چمپیونات های تاجیکستان در گوشین طرزی آزاد یونان و ریمی بحث ها خیلی زیاد می شوند. ما البته این را از تجربه می گوییم، بارها همین گونه مشاهده کردیم که بحث ها زیاد می گردند و امروز هم در رقابت کودیوف و بیگاکوف هم یکم بحث به میان آمد، ولی بالاخره کودیوف توانست که دست بالا شود. خوب، اما کنون دوستان عزیز در وزن 65 کیلوگرم خوب دوستان عزیز، جمشید شریفوف سرخپوش است و حریفش با لباس‌های کبود نیروسنجی دارد. معذرت، جمشید شریفوف سرخپوش است و حریفش با لباس‌های کبود مقصود عمرف. مقصود عمرف دسته خطلان را نمایندگی میکند. جمشید شریفوف باشد دسته شهر دوشنبه را. شش امتیاز علاقه کسب میکند. اینجا جمشید شریفوف از حریف پیش میگذارد، نماینده شهر دوشنبه برای راه یافتن به مرحله نهایی است. این رقابت در وزن 65 کیلوگرم. حرکت های شریفوف بسیار خوب بود اینجا.
و مست او توانست که از حریف پیش گذارد. جمشید شریفوف در مرحله اول ارسن رجبوف را شکست داد. بعدا در دور دیگر شهرت ظفرخان را از صدی رای خود بیرون کرد و مکنون بر مقابل حریفش مقصود عمرف نیروسنج میکند. مقصود عمرف ابوبکر شایف رو در دور اول شکست داد. بعدا کرامت الله میرزویف رو هم از صدی رای خود بیرون کرد. اکنون در مرحله نیمه نهایی قرار گرفته است که همین حرکت آخر او با 2 امتیاز او را برابر حریف میکند. و همین حرکت شریفوف 2 امتیاز دیگر آورد با او. و همین طور پیشرفتی که شریفوف داشت او را پیشرفت میکند. 12-2 و به مرحله نهایی می رود. جمشید شریفوف مدرسان اشرفخانوف کبود پوش است، سرخ پوش است و رامز امیرقلوف باشد با لباسای کبود رقابت را آغاز میکنند. این دوره دومی رقابت ها است. و چرخش علاقه 2 امتیاز هست، 4 امتیاز و اشرفخانوف. در وزن 74 کیلوگرم رقابت ها هم امروز خیلی دیدنی جریان گرفتند و چون میبینیم علاقه در دور دوم هم نیروسنجی ها جریان دارند. نماینده شهر دوشنبه است مدرسان اشرفخانوف که همین حال 4 امتیاز پیشرفت است از رامز. رامز هم نماینده شهر دوشنبه است. شش بر 0 می شود. 2 امتیاز دیگر را اشرفخانوف باز به دست آورد. هر حرکتی که در
گوشتین طرز آزاد ورزشکاران اولین شده اجرا میکنند. البته که نتیجه آور خواهد شد. خوب اکنون کمفعالی رومیز اینجا دیده می شود و برای اشرف خانوف 30 ثانیه وقت دارد که اینجا امتیاز به دست بیارد، وگرنه یک امتیاز حریف میگیرد. بله توانست 2 امتیاز دیگر را صاحب شود اشرف خانوف و 8-0 می شود. 2 امتیاز دیگر برای اشرف خانوف کفایه است تا در این مبارزه پیروزی به دست بیارد. نو بر 0 و اکنون ثانیه های آنه که ورزشکاران یک کم نفس راست میکنند. دوستان عزیز هواداران کشتی رومی و انشاءالله زیر افتخاری شده شوی چمپیونات مذکور دایر می‌گردد، اما باید کافی برای اشرف خانوف خیلی نزدیک است تا در این رقابت پیروز گردد. بسیار هم حرکت های خوب دارد اینجا اشرف خانوف و بالاخره توانست 11-0 و اینجا پیروزی بر جانب اشرف خانوف است. مثلا اشرف خانوف اینجا دست بالا میگردد. این هم همون حرکت هایی که از جانب مدسن اشرف خانوف بود. وزن 74 کیلوگرم ادامه می‌یابد دوستان عزیز. خوب همینطور محمد علی بابوکالونوف بر مقابل اقبال ایرکایف از دسته خطلان دریس انجام میکنند. و چرخشی که از جانب بابوکالونوف بود 4 امتیاز الکی برای او آورد. محمد علی بابوخانوف نماینده شهر دوشنبه پهلوان جوان است. این موقعیت برای بابوکالونوف خوب است برای از پشت حریف گذاشتن و الکی این خود امتیاز است. 2 امتیاز دیگر برای هم فعالی که بابوکالونوف داشت و همین حالا میتواند باز 2 امتیاز دیگر رو هم صاحب شود. بله همینطور هم شد 8-0. 2 امتیاز دیگر کفایه است برای محمد علی بابوکالونوف تا با
دور دیگر گذارد. قبلا هم اشاره کردیم دوستان عزیز که در گشتنی طرز آزاد بیشتر انا همان قوای دستان کار میکند. 4 امتیاز بسیار حرکت خوب داشت اینجا اقبال. 4 امتیاز بر جانب او است و علاقه از 8 امتیاز 4 تای آن را جبران میکند. 6 امتیاز دیگر را جبران میکند. حساب کنون 6 بر 8 میشود. 8 بر 8. در صورتی که 8 بر 0 قفا میمون اقبال. ببینید نتیجه را چگونه تغییر داد و برابری اکنون در اینجا دیده می شود. ببینیم علاقه در آخر هم بابا کلونوف یک امتیاز دیگر رو هم صاحب می شود. یک حرکتی 4 امتیازه دیگر اگر انجام دهد یکی از این ورزشکاران یا اقبال اگر انجام دهد پس میتواند که عارف رو تسلیم کند. عموما 4 امتیاز دیگر اینجا لازم است. 10 و اینجا بعد از مشورتی که داوران داشتند امتیاز با اقبال داده می شود. 10 بر 9 و اکنون چالش یا همون اظهار ناراضگی خود را بیان میکند مربی بابا کلونوف. همین حالت را 2 امتیاز قبلا بهاگذاری کرده بودند و بعدا 3 امتیاز بهاگذاری کردند که بر سود اقبال بود. خب آن چالش یا اظهار ناراضگی که بابا کلونوف داشت مربی بابا کلونوف داشت تا کنون تفتیش ادامه دارد و بعد از دیدن نوارهای تکراری خلاصه نهایی برآورده می شود. یک بار دیگر متوجه می شویم همین حالت را که اقبال چگونه گرفت. همین حالت را و در صورت اثبات شدن ناراضگی مربی بابا کلونوف امتیاز البته پس گرفته می شود. حالتی بحث برانگیز طولانی تر شد. این حالت قبلا پرتاف بود میسر نشد برای نه این رقابت قبلی است برای ما و شما. این رقابت پیشینه است. این رقابت پیشینه است برای ما. اقبال و بابا کلونوف باید تکرارا نشان داده شود و بار دیگر همین حالت برای ما و شما از زاویه دیگر نشان داده می شود. از این حالت خوبتر است دیدن. انا همین حالت 4 امتیاز و باز 2 امتیاز دیگر در همون حالتی که بود. اما مربی بابا کلونوف ادعا دارد که این گونه نبود. 2 امتیاز دیگر در حرکت آخر و بعدا اینجا اقبال حرکت آخری که پرتو به سمت قفا بود گمانم همین حالت را بیشتر مورد تحلیل قرار دادن. ادعای مربی بابا کلونوف برعکس شد. بر نفع اقبال
ارکایف گردید دوستان عزیز. اکنون 13 بر 9 می شود. و اکنون از جهتی اگر عمومی به نظر گیریم با برتری 4 امتیاز پیش صف است. اقبال، ارکایف و یک حرکت 4 امتیازهای دیگر. 13 بر 13 می شود رقابت. اشاره می شود که رقابت باید ادامه یابد و برابری در اینجا دیده می شود، اما امتیاز آخر را بابا کلانوف به دست آورد. دوستان عزیز بعد چند لحظه افتتاح عقد ورزشکاران اقبال باید فعالتر شود چون که امتیاز آخر را محض بابا کلانوف به دست آورد. در صورت به انجام رسیدن وقت بابا کلانوف پیروز می گردد و اینجا همون 30 ثانیه‌ای که ورزشکاران یک لحظه توقف است. آب می نوشند. برمیگردند هر دو به عرصه رقابت. امتیازها باید اکنون تغییر یابد چون اینجا برابری دیده می شود. وای حرکتی که از جانب اقبال بود اما بدون امتیاز گردید. البته امروز کاری مربیان هم خیلی زیاد است چون همان آمادگی های بیشتری که با چمپیونات تاجیکستان دیده بودند امروز البته ثمره آن را میبینند و کوشش میکنند که شاگردانشان به هیئت منتخب راه یابد و به مسابقه های بیرون از سفر برگردند. بسیار موقعیت خوب است برای اقبال و پرتوف. اینجا پرتوف یا چرخش هم میتواند که امتیاز آور گردد. به هر دو میسر نمی شود که در همین حالت صاحب امتیاز شوند، اما 2 امتیاز را بابا کلانوف به دست میارد. 15 بر 13 می شود. خوب حرکت اکنون از جانب اقبال برای جبران کردن همین حالت. و توانست بالاخره بابا کلانوف 2 امتیاز دیگر رو به دست میارد بعد از اون که حریف رو از همین
روی گلیم بیرون کرد. در دقیقه های اول هم بابوکالون فعال بود، اما اقبال نتیجه را تغییر داد. کمتر از یک دقیقه دیگر در اختیار دارند هر دو و برتری بر جانب بابوکالونوف است. و به سمت قفا دو امتیاز دیگر. 19 بر 16 می شود. یک امتیاز با اقبال داده شد، اما ما در همون تابلو نمی بینیم. هنگامی که با محمد علی بابوکالونوف اینجا امتیاز داده شد، با اقبال هم یک امتیاز داور اشاره کرد، اما نیست. و باز دو امتیاز دیگر. 21 بر 14 می شود. فهمتر وقت به انجام رسید در این رقابت خیلی سخت و سنگین. بالاخره محمد علی بابوکالونوف دست بالا می گردد و روی خود را اکنون به مرحله دیگر هموار می سازد. محمد علی بابوکالونوف در وزن 74 کیلوگرم اکنون باز رقابت ها ادامه میکنند. معذرت، اینجا ورزشکاران وزن 86 کیلوگرم به میدان می آیند. خوب، همینطور حلیموف کبود پوش است، معذرت سبز پوش است و با لباس های سرخ سید علیف است که با عرصه رقابت در وزن 86 کیلوگرم به میدان برآمدند. خب، نوبت به نوبت رقابت البته که پرشیده تر میگردد، چون مرحله های بعدی هر مرحله که سپری می شود رقیبان پرقوت‌تر البته روی گله می آیند و می توانند که اینجا باز رقابت بیشتر شود. اون حرکت آخری که از جانب حلیموف بود 4 امتیاز را برای او آورد و اکنون پیشرفتی برای حلیموف اینجا مهیا شد و 6 امتیاز دیگر می تواند که اینجا حلیموف را پیشرفت کند. 2 امتیاز دیگر ضم کرد بر بالای امتیازهای گرفته‌اش. 6 می گردد. حلیمزاده سلیم نماینده شهر دوشنبه است.
و سامان سیدعلیف باشد. نماینده او نیز نماینده شهر دوشنبه است و اکنون برای راه یافتن به مرحله دیگر هر دو هم نیروسنجی دارند که خیلی نزدیک است. حلیمزاده که امتیازی درکاری را هم صاحب شود. چمپیونات تاجیکستان البته دوستان عزیز اگر رقابت میان ورزشکاران باشد، میان مربیان هم یک رقابت بسیار هم مهم را به میان میارد، چرا که هر یک مربی بیشتر دستپران همون چهره های بسیار هم خوبی که در تالارها تمرین میکنند انتخاب میکنند و عموما برای مسابقه ها میارند. چرخشی که از جانب حلیموف بود بالاخره امتیازهای درکاری را 4 امتیاز دیگر را ضمن نمود و پیش از مهلت 10-0 سامان سلیم جان حلیمزاده اینجا دست بالا گردید و به مرحله بعدی روی خود را هموار ساخت. دوستان عزیز، بعد شروع افتتاح چمپیونات مذکور افتتاح و بعدا محاربه‌های فینالی برگزار می‌شود. خب رقابت های دیگر در مرحله نیمه نهایی در میان ورزشکاران 86 کیلوگرم هم آغاز می‌گردد. اینجا خب شیراز شریپوف نماینده شهر دوشنبه بر مقابل آیت الله صدوروف این حال رقابت رو شروع کردند در وزن 86 کیلوگرم. اما متوجه میشویم که کدام از این پهلوانان به مرحله نهایی رای خود را هموار میکند و لکه امتیاز به پهلوان کبودپوش داده می شود. با آهستگی ما به مرحله های نهایی نزدیک می شویم. و اینجا یک امتیاز دیگر فشاری که از جانب شیراز بود. طی 2 سال اخیر با فرق از چند سال پیش چمپیونات تاجیکستان البته در سطح بلندتر برگزار شده است با یک شکوه و شهامت بسیار هم خوب و حرکت اخیری که اینجا داشت شیراز یک امتیاز دیگر به او میارد و 3-0 می شود. و بالاخره آیت الله هم 2 امتیاز به دست میارد با برتری 1 امتیاز، نه 2 امتیاز دیگر. چرخشی آیت الله 4-3 آیت الله صدوروف پیشرفت شد.
بعد دو امتیاز دیگر رو باز آیت الله صاحب می شود. داورانی کنجی نشان دادن اکنون 6-3. ما امروز چندین رقابتی بود که مشاهده کردیم. که هرچند برتری داشتن حریفان ولی باز برتری بر جانب حریفی برعکس گردید. 8-4 می شود. نوبسته از اونی که در دقیقه های اول خفا میموند آیت الله و اینجا پیشرفت می شود و همون چلنج یا اظهار ناراضگی مربی شیروز اینجا باز برای کدام امتیاز باشد. و این ادعای مربی شیروز سود نبخشید و رقابت ادامه میکند. خوب اکنون 30 ثانیه توقف برای هر دو. همان لحظه که آیت الله اینجا حرکت داشت امتیاز گرفت و از حریف 4 امتیاز پیش گذشت. و فشار از جانب شیروز شریپوف اکنون دیگر توکل میکند که امتیازهایی که از دست رفت اون را جبران کند و یک امتیاز بالاخره به حرکت های شیروز داده می شود. آیت الله صدروف کمی خسته گردیده است. با برتری 3 امتیاز همونو پیشرفت است آیت الله، ولی در ثانیه های آخر معلوم است که خیلی خسته هم گردیده است و اگر به سمت دیگر توپ دهد حریف رو شیروز پس امتیاز البته که به دست میارد و 2 امتیاز مال شیروز بشود. نزدیک می شود شیروز و فشارهای پیوسته او آیت الله رو البته که خسته هم گردانید. شیروز در اکران‌های ما و شما است. اکنون کوشش میکند که نتیجه رو تغییر دهد و اینجا آیت الله با طبیبان نیاز دارد
از زانوی خود کمیلت برداشته است و این خانم های زیبا باشد برای دستگیری پهلوانان آمدند. الکای دختران هم با تماشای گوشتین مراغ ظاهر نمودند. دو دقیقه دیگر و کمتر در اختیار دارند هر دو و در این 2 دقیقه نتیجه با کلی دیگر خواهد شد. اکنون فشارهای پیوسته شیراز شریفوف را ما بسیارتر میبینیم و بعد از امر داور بود این پرتافت، ولی یک امتیاز با شیراز داده شد. 8-8 می شود شماره امتیازها و باز ناراضگی از جانب مربی آیت الله صدروف. اینجا چالش میپرتاید مربی آیت الله، ناراضی است از چی قراری داور و اکنون مشورت می شود برای همان امتیاز آخری که داده شد. من همین فرصت و یک بار دیگر همین حالت نشان داده شود. اگر خوبتر میشد. خوب انا همین حالت خوب از پای ها داشت و بعدا اینجا الکی داور صدای اشتکش را بلند کرده بود، بعدا پرتاف کرد. شیراز اما این حالت اما بحث رو به میاد میارد. و به هر دو اینجا امتیاز داده می شود. 3 امتیاز به آیت الله، 4 امتیاز به شیراز هم امتیاز داده شد. عمل کننده هم اجرای عمل کننده هم اینجا هر دو هم صاحب امتیاز گردیدند. امروز بحث ها برای قرار نهایی داور خیلی زیاد گردید. و مربیان خارجی هم هستند البته در رقابت امروزه. این حالت بحث برانگیز گردید. بار دیگر برای ما و شما نشان داده می شود. خب سراول انا همین گونه حالت بود. شیراز داشت، آیت الله پرتاف کرد، ولی اینجا هنگامی که پرتاف اجرا می شد از جانب آیت الله، داور صدای اشتکش را بلند کرده بود. و اینجا داور درجه المپی همین حالت رو به رشته تحلیل کشید و با نظر است که 3 امتیاز به آیت الله، 4 امتیاز بر شیراز و یک امتیاز دیگر برای از
گردن داشتن پرتاب کردن و شیراز دادن بشود. اکنون 12 بر 10 است. برتری بر جانب شیراز شریپوف است. و اکنون آیت الله باید تواند پرتاب کند و 2 امتیاز میگیرد آیت الله. چگونه فرصت بودم این حالت. شیراز چگونه زیبا میخواست از همین حالت خود را رها کند. اکنون امتیاز آخر را آیت الله صدروف میگیرد ولی وقت هست. یک دقیقه دیگر تا انجام رقابت باقی ماند. همین رقابت هم زیر توجه مخلصان قرار گرفت. مخلصان همین رقابت را تماشا دارند. برای راه یافتن به مرحله نهایی است. یک امتیاز دیگر به شیراز داده می شود. اکنون ثانیه های به شمار ماندن. همانا شیراز شریپوف پیشرفت است. آیت الله هم خیلی خسته گردیده است، اما این امتیازی که هنوز هم به دست آورده از شیراز او را البته پیشرفت میگرداند. خوب وقت به انجام رسد و با برتری همگی یک امتیاز شیراز شریپوف روی خود را به مرحله نهایی میبرد. رقابت خیلی سخت و سنگین بود ولی شیراز شریپوف نماینده شهر دوشنبه بالاخره روی خود را به مرحله نهایی هموار میکند. خوب دوستان عزیز، اکنون ما اینجا کمی نظر میکنیم به مراسم افتتاحی مسابقه. کمی توقف هم هست، بعداً به مرحله های فینالی برمیگردیم. مخلصان عزیز، هواداران گوشتین،
акнун идома медиҳем рақобатҳоро дар доираи мусобиқаи аниқтар чемпионати Тоҷикистон аз риштаи гӯштини тарзи озод ва юнони римӣ. алон вазни то 97 кило варзишгарони бисёр ҳам номошно рӯи ин гилем нерӯсанҷӣ мекунанд ва Фаридун Одилов ки гӯем ки аз варзишгарони бисёр маъруфи кишвар аст дар муҳорибаҳои размӣ низ гӯем ки ҳунару маҳорати хуб нишон додааст ва инчунин қаҳрамон дар ташкилотҳои бонуфуз гаштааст. ва муқобили ӯ Фаршеди Шамсиддин. ҳарду варзишгар дар чемпионати имсола, яъне ки дар ҳамин марҳила акнун гӯштингирӣ мекунанд ва ҳарду дастаи душанберо намояндагӣ мекунанд. ҳоло гӯем ки хомӯш аст ана ҳамон натиҷа таблои натиҷагирии мо ва алон акнун ду холи аввал ба нафъи Фаридун Одилов. боз ду холи дигар акнун натиҷа пеш мешавад ба нафъи Фаридун. ду холи дигар аз пушт гирифт. дар ҳамин усул гӯем ки дуюмин маротиба аст. анак боз як бори дигар ва ҳисоб 10 мешавад. дӯстон 10-0. ба ҳамин тартиб пирӯзии боварибахш ва қабл аз муҳлат насиби варзишгори номошнои кишвар, қаҳрамони чанде аз ташкилотҳои размӣ, инчунин чемпиони чандин каратаи ҳам кишвар ва ҳам мусобиқоти байналмилалӣ аз риштаи гӯштин тарзи озод Фаридун Одилов. хуб дӯстони азиз, идома медиҳем. вазни то 97 кило нерӯсанҷиҳо идома меёбанд. акнун ин навбат варзишгар аз дастаи сӯхт Хуршед Ашуров бояд рӯи майдон ҳозир шавад муқобили Сомон Каримов. ин вазни то 97 аст. дӯстон, акнун лаҳзаҳои такрориро як бор дигар назар меафканем. як усуле ки аз пушт гирифт ва гӯем тобиш дод рақибро ду хол то гӯем ки марҳилаи пирӯзии боварибахш рафта расид. хуб, акнун дӯстони азиз, тавре қаблан номбар карда будем, варзишгарон рӯи гилем омаданд. акнун нерӯсанҷӣ оғоз мегардад ва ҳамоно ҳамон гӯем ки усуле ки ҳамагӣ нафароне ки ба ин гӯштин машғул ҳастанд бештар истифода мекунанд. ин ҳам бошад ҳамин гуна чангол гирифтан ва ҳамин гуна қапише ки аз пушт рақибро баъдтар тобиш медиҳад, вале арзёбӣ намегардад чуноне ки мо дар намолавҳа инҷо мушоҳида мекунем. хуб, акнун якам намедонам аз чӣ сабаби техникӣ буд ки мо онҷо гуфтем арзёбӣ намешавад, вале онҷо ҳар хол баҳогузорӣ гардида буд ва дар интиҳо якбора бо пирӯзӣ 10-0 варзишгари трико ва ё либоси яклухти гӯштини тарзи озод ба пирӯзӣ ноил гардид. лаҳзаҳои такрорро интизор мешавем. акнун мушоҳидаи навори такрорӣ.
خب دلباختگان گشتین و نفرانی که مشاهده میکنند مسابقه رو از آغاز یا که الان پیوست شدن به شبکه ما، نیروسنجی های گشتین طرز آزاد در دایره چمپیونات تاجیکستان ادامه می‌یابند. این وزن دیگر است دوستان عزیز، خطا نکنم اگر وزن تا 65 کیلو است، چون آنجا در نمولوحه 97 نوشته شده است. فکر کنم که باید تغییر می‌یافت. خب با کنیز مشاهده ما با گویم که نیروسنجی است و می‌بینیم که حالا اینجا کوشش بسیار خوب از جانب ورزشکاری کبودپوش و موفق هم می‌گردد. اکنون تفاوت خلها هم پیشتر می‌شود. خب دوستان عزیز، 4 خل پیشتر از رقیب اینجا دو رخشش دارد و اکنون باز کوشش نوبتی برای به دست آوردن 2 خل بر علا ارزیابی گردید. خب اکنون در تلاش 2 خل دیگر اینجا نیروسنجی رو ادامه میدهد و تو به دست آوردن پیروزی قبل از مهلت میتوان گفت که پیروزی باوری بخش به نفع ورزشکاری قسمی میدانی کبود بخشیده می شود. خب واقعا گشتین و گشتینگیری خود زیباست و هر یک رشته ویژگی و زیبایی خود را دارد که این زیبایی را در گشتین طرز آزاد این روز ما بر علا مشاهده و احساس میکنیم و با چنین شکوه شهامت، با چنین تنتنه مراتب اول است که برگزاری چمپیونات کشور را ما شاهد میشویم. خب اکنون تا کجا موفق می شود در رقابت مقابل رقیبی که 4 خل پیش است. هر دو باز دیگر باره به حالت ایست برمیگردند و ادامه رقابت را تا ثانیه‌های آخر مشاهده میکنه. به همین نیمه اول و یا قسم اولی نیروسنجی در این وزن به انتها میرسد. چند لحظه انیخترش 1 دقیقه ورزشکاران نفس تازه میگیرند، توصیه ها میگیرند از جانب سونیا سنجانی خود و دیگر باره برمیگردند برای ادامه رقابت. لحظه های پرتافت ها و تکرار رو در این نوبت مشاهده میکنیم. خب دوستان عزیز، دیگر باره برمیگردیم به نیروسنجی این وزن میان ورزشکار دولت احمد و بلال‌الدین دولت. خب اکنون به همین ترتیب باز کوشش برای از میدان بیرون کردن و در همین قسمت گوییم که از کوچکترین لحظه استفاده میکند اینجا ورزشکاری گفتیم که کبودپوش و مطابق آن همان قاعده های گشتین
10 خل پیش میتواند که پیروزی قبل از مهلت ببخشد. بخوری تسلی بخش به همین ترتیب به نفع همین جوان شیردیل انتها می‌یابد با پیروزیش. خوب دوستان عزیز، وزن تو 57 کیلو یک نیروسنجی تسلی بخش دیگر دارد. ورزشکاری نیمه اول قیوم حلیمов مقابل رقیب حسین ملیکов، هر دو دسته دوشنبه را نمایندند. خب اینجا اکنون اول کوشش ها است و بعدا حمله ها. مشاهده این نیروسنجی که همین گونه آغاز دارد ولی داور نیز اینجا اشاره میکند که باید که برای نتیجه مبارزه برد و همین طور حمله اول از سوی پهلوان از دسته شهر دوشنبه و تو از میدان بیرون کردن کوشش را باید که کنار نگذاشت و مبارزه تا انتها باید جریان بگیرد. خوب اینجا گویم که همین بالین کبود روی گله می شود و اعتراض است. باید که لحظه دیگر بار دیده شود از سوی داوران و آنی که ارزیابی گردید یا نه حل و فصل می گردد. انا همون لحظه انا همون کوششه که نواری تکراری رو اینجا ما الان می بینیم. خب حرکتی آغاز به نتیجه بود و ببینیم حالت بحث کم بعد است. انا این لحظه است. مشورت داوران و یک باره این لحظه ها باز هم ورزشکاران رو در هیجان میگذارند. خب اکنون دو خل رو اعتراض مربی از سمت کبود انیخترش مربی حلیمov قانع گردید و ادامه نیروسنجی است دوستان. خب اکنون قیوم با این دو خل نباید اکتفا کند و باید که باز هم کوشش رو و خرج بدهد تا اینکه مرحله تسلی بخش است و بعد از این باز یک نیروسنجی دیگر
نفر غالب را انتظار است برای به دست آوردن نشان برنجی. اوی اوی اوی، انا این با زیبایی و تنتنه این چمپیونات باز هم تکانی ایلوواگی میبخشد. میبینید که چیکار رو انجام میدهد اینجا حسین و بسیار در چنگال خود استوار می‌دارد رقیب رو و به همین ترتیب پیروزی قبل از مهلت رو مشاهده میکنیم. یک کم شاید آسیب گرفته باشد قیوم حلیمов و ما خواهش میکنیم از کارگردان که لحظه تکراریه که بسیار علنگای خوب گرفت حسین مالیکوف دیگر باره نشان داده شود. ببینید یک پرتافتی عالی و دیگر باره اکنون ادامه رو میبینید. ببینید تا بیش دو خالی دیگر و با این اکتفا نکرده ادامه حمله رو ببینید. خب بسیار عالی. خب دوستان عزیز اینجا 10-2 است، گرچند دو خال دیگر ما زیادتر شمردیم. آی برای همین مهلت یعنی پیروزی قبل از مهلت نبود و این ادامه این رقابت رو ما مشاهده میکنیم. 10-4 است. دو خال رو به نفع خود گرفت قیوم. خب اکنون کمی زیاده روی شد در خالها و فکر کنم خطاگی های تکنیکی می شوند در جریان هر یک مسابقه. حتی در بانفوذترین میدانداری و مسابقه ها می شوند لحظه هایی که همون حالت تکنیکی کمی اشتباه می شود در همون لحظه. ادامه است دوستان عزیز قسم دوم در نیروسنجی میانی قیوم حلیمов و حسین مالیکوف. حسین حالا پیش صف است ولی قیوم نیز سر به تسلیم نمیارد و جریان میگیرد. چی باشد اینجا برای داشتن پنجه رقیب یک آگاهی است و دوستان عزیز در گوشتین طرز آزاد ممکن نیست که این رقابت از همون پنجه و یا از هم دست رقیب زوروری کرد و باید که به مثل عنوان این طرز کشتیگیری باید که آزاد باشد واقعا و پهلوانی شفاف جریان بگیرد. آی 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 ریسک به قول کارا نکرد و برای مالیکوف باز دو خال دیگر ارزیابی گردید.
خب باز همان لحظه گویم که به کوشش مشاهده می شود و هرچند که اکنون قیوم با حمله گذاشت ولی حسین توانست که قبل از مهلت با تفاوت 10 خل راه بگیرد با مرحله برای به دست آوردن نشانی برنجی. خب دوستان عزیز این نوبت باز وزن دیگر می شود و این وخوری میانی خوب خوب اکنون رفتیم با دیدن نیروسنجی میان بهادر قیوموف و اینچنین بسیار یک پرتافت خوب و نتیجه آور البته بکوف کامل خوب اعتراض از سوی بگاکوف انیخترش از سوی سونیا سنجی او ببینیم که چی بود پرتافت در لحظه تکرار. خب اینجا چور بال بود ولی باز چی اعتراض باشد. به همین خاطر باز یک خال دیگر برای بهادر
خب боло акнун бегаков аз боло инҷо мавқеъ мегирад ва барои лаҳзае гӯем ки натиҷаро баробар намудан кӯшиш кард, вале ҳоло ҳунари ӯ кора намекунад ва ҳамону намолавҳа пешсафро қаюмовро медонад. хуб, аз оне ки 5 хол дорад ва боз кӯшиш мекунад ки натиҷаро бештар гардонад ва даромад аз пойҳо кора намекунад. бисёр лаҳзаи хубро аз тайминг истифода кард, вале бегаков низ тавонист ки муқовимат нишон бидиҳад. ой, бисёр лаҳзае ки ба иштибоҳ роҳ овардан ҳатто ҳақ надошт, вале мутаассифона аз ҳамон як лаҳзаи кӯчак бегаков ба рақиб боз ду имтиёзи дигарро раво донист. ба ҳамин тартиб акнун дӯстон Баҳодур Қаюмов барои ба даст овардани пирӯзӣ қабл аз муҳлат наздиктар мешавад. ҳамагӣ як кӯшиши натиҷадори дигар метавонад ки ӯро барвақттар ба пирӯзӣ бибарад. хуб, аз оне ки аз майдон берун сохт, як холро гирифт. хуб, идома. акнун бибинем ки ин боз кӯшиши навбатӣ барои фишороварӣ ва як хол гирифтан водор сохт ки акнун 2 хол бигирад, яъне ки аз пушт омад ва чӣ аст инҷо? натавонист ки дар лаҳзаи лозима боз 2 холи дигарро касб кунад ва ба ҳамин тартиб ҳоло 30 сонияи дигар аст ки фосиларо наздиктар кунад варзишгари яктак ё либоси кабуддор Бегаков Камол. хуб, тамом. акнун ин марҳилаи аввал ба ҳамин фоидаи Қаюмов Баҳодур интиҳо ёфт ва 3 дақиқаи дигар дар пеш аст барои идомаи нерӯсанҷӣ ё интиҳои ин нерӯсанҷӣ. лаҳзаҳои такрорро мушоҳида мекунем.
خب دوستان عزیز، اکنون ادامه نیروسنجی میانی ورزشکاران که یک نماینده دسته سوخت است بگاکف کامل و دیگر از همون دسته دو هم دسته اینجا نیروسنجی میکنند بهادر قیومов. ببینید که از 3 خولگذاری یک باره 8 خول دیگر زم می شود برای یک کوششی انجام داده کامل. بهادر نباید که عقب نشینی کند و چند پیش 4 خول پیش از رقیب بود. اکنون ببینید که خود 4 خول قفا است. خوب اینجا دوبار یک لحظه رو به خط گرفت و اکنون ادامه می‌یابد رقابت. گرچند که آغاز قسم دوم بسیار شدید بود ولی باز می‌بینیم که ورزشکاران گویم یکم آرامند. خب واقعا اینجا ممکن که خستگی باشد و یا نمیدونم بگاکف خوب فاصله گیری میکند و با همین ترتیب حالا میبینیم که پیش دستی خود رو ادامه میدهد. بهادر باشد تا بیکار نمییابد و با 4 خول قفا است. حالا تا انتها زیاده از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است و حالا این وقتی کم نیست. ما دیدیم که در چند ثانیه تفاوت تماما دیگر پهلو رفت. خوب باز فشار و نباید که انا همون لحظه رو سهل و ساده میگذاشت. مقاومت کرد ولی موفق نگردید. خوب اکنون دوستان عزیز 3 خول دیگر اگر ورزشکاری کبود پوشیده پیش برود این نیروسنجی بر محل انجام یابد. ولی 40 ثانیه تا کجا موفق میگرداند و تا کجا گفته های ما رو اثبات میکند توجه میکنیم. فکر کنم اکنون کار انتها هم مییابد برای بهادر و در 10 ثانیه که پیش باقی مانده است. خب هست اینجا 2 خول هست ولی آخر بسیار متاسف که این کار دیر انجام داده شد و به همین ترتیب کامل بگاکف با گرفتن نشانی برنجی دست یافت. خب دوستان عزیز، بعد از دیدن نوار تکراری وزنی تا 74 کیلو آغاز می‌گردد. اونجا 2 نیروسنجی دیگر ما را انتظار است. من همین لحظه که
охирин буд барои баҳодур ва 2 холро касб кард.